میخوایم با هم دوخت نگین‌های فشرده رو انجام بدیم که یکی از دوخت‌های پرکاربرد در جواهردوزی هست. ما نگین‌های متری رو میتونیم روی خطوط صاف، خطوط منحنی، حتی جاهایی که زاویه دار هستن هم اجرا کنیم. زیری که میخوایم نگین متری رو قرار بدیم رو کامل چسب E8000 میزنیم، یه مقدار خیلی کمی که نگین ها رو نگه داره که نگین ها حرکت نکنن. وقتی که از چسب E8000 استفاده میکنید، برای که راحت تر باشه میتونید اجازه بدید یه کوچولو هوا بخوره در حد چند ثانیه، یا اگر عجله دارید یکم فوتش کنید تا خودش رو بگیره و بعد شروع کنید نگین ها رو چسبوندن. دوتای عکس جواهردوزی که ابتدای ویدیو براتون گذاشتم دیزاینش کلن با نگین متری و سنگ پای دی هست. به هیچ عنوان وقتی که خواستید انتهای کار رو قطع کنید، ببینید اینها رو نچرخونید که با دستتون بخواید این اضافیش رو قطع کنید. این باعث میشه که نگین انتهای کار بپره بیرون و عملا انتهای کار شما بدون نگین بمونه. برای دوخت نگین‌های متری دقت کنید. اولین و آخرین نگین ما حتما این فاصله که ما بین دو تا نگین هست باید دوخته بشه. چیکار میکنم؟ میتونم از این سمت نگین متری بیام، نخم همرنگ پارچم باشه. از این طرف این فضای خالی که بین دو تا نگین متری فشرده هست رو یک کوک میزنم. اولی رو که دوختم، بقیهش رو یکی در میون یا 2 تا در میون میدوزم. برای روی لباس هاتون از نگین متری سایز 8 یا 12 یا سایز 6 استفاده کنید. جواهردوزی باعث درخشش و زیبایی بیشتر لباس هم میشه. حتما برای یک بار هم که شده جواهردوزی ها رو روی لباس هاتون اجرا کنید. ببینید نگین آخر رو هم حتما باید بیام بدوزم. نگین آخر رو هم میدوزم، بعد نخم رو میبرم پشت پارچه و نخ رو کور میکنم. این هم از دوخت نگین های متری که خیلی کاربردی هستن. ما با خود همین نگین متری به تنهایی میتونیم یه سری تزیینات رو روی لباسمون اجرا کنیم. جاهایی که میخوایم حاشیه دوزی کنیم میتونیم نگین متری رو بچسبونیم توی فضای خالی این نیم دایره و این نیم دایره. میتونید خیلی راحت از همون گل‌هایی که بهتون آموزش دادم استفاده کنید. حتما کانال ما رو دنبال کنید. در آموزش‌های بعدی جواهردوزی و نکاتی که مربوط به خیاطی هست رو بهتون آموزش میدیم.